نقشه ماست. اینه من کشیدم که ایناست. اینم دیزاین داخلیشه که مهندس سام طراحی کرده. الان خودش میاد واسه شما توضیح میده. مهندس سام بفرمایید. خب نقشمون که اینه یه وسطش اینطوری بمونه صاف، بعد این کنارش پله، این کنارش صافتر، این کنارش کج. اینم آقای مهندس سام، یا بله، شما میخواین این رو واسه چی استفاده بکنید؟ این خونه رو، این قلعه رو؟ این قلعه رو میخوام واسه یه خونه ای استفاده کنم. الان حاکم سرزمین های شمالی اگه حمله کنه به قلعه ما چیکار باید بکنیم؟ تفنگ با این لگو درست میکنیم. خب و میره یا الان این سازتون رو واسه ما توضیح بدین که چجوریه. خب این که الان چیز که برو سر اون توضیح بده. خب این نقشه خیلی ولی خوبه. یک کمش صاف نیست، یکم اینطوری خوب میشه، ولی یکم این پایینش خیلی خوبه ولی خوبه ولی تموم شد. الان اسپایدرمن حمله بکنه این میتونه مقاومت کنه؟ نه اسپایدرمن خب اینا رو میبینه، خب که اینو قشنگ خرابش نمیکنه اصلا. ببینه قشنگ. بنتن چی؟ بنتن هم نه. کی خرابش میکنه بس؟ هیچکی، فقط آقا دزدا. عجب، آقا دزدان که اسپایدرمن طرفدار ماست. خب من تشکر میکنم از شما بابت این کار قشنگتون. انشالله تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ. خداحافظ. هیدو.